آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما شما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. امروز جمعه 28 آگوست 2020 سال است و خبرهای روز را از روسیه شروع میکنیم. از ماه سپتامبر سال 2020 یک باره یک چند تغییرات به قانون‌های مهاجرت در روسیه اعتبار می‌گیرند که در بین آنها یک تغییرات خیلی مهم است که به واسطه به صدها هزار شهروندان خارجی خصوصا مهاجران مهنتی ربط دارد. همین طور از 7 سپتامبر همه صاحب‌ملکان خارجی در روسیه می‌توانند برای استقامت واقعی دیگر خارجیان منزل به اجاره دهند و یا دیگر نفران را در منزلشان همچون شخص موقتا زندگی کننده جایگیر کنند. دمای دولتی روسیه مخصوص تاکید می‌کند که تغییرات در قانونگذاری مهاجرت پیش از همه به عائله‌های هموطنان و روس‌های می‌تواند روانه شده است که نزدیکانشان در خارج زندگی می‌کنند. سپوتنیک تاجیکستان نیز وابسته به مسئله مذکور نظر چند کارشناسان ساحه را گرد آورده است. به گفته رئیس شورای ناظران پژوهش‌های دموگرافی، مهاجرت و رشد منطقه یوری کریپنوف، این تغییرات بیشتر به سمت اقتصادی روانه شده است، نه اینکه جزء سیاسی قانون که به بسیار مهاجران تاثیر می‌رساند. گذشته از این ثروتمندان برای خریدن خانه در روسیه به قدر کافی تاثیر می‌رسانند. موافق طرز به نظر گرفته این تغییرات این نه تنها به هموطنان ربط دارد، زیرا این مفهوم خیلی وسیع شرح دادن ممکن است. آن در مجموع به همه شهروندان خارجی دخل دارد که در روسیه به اموال غیر معقول سرمایه گذاری کردند و یا گویا حقوق به حیث میزبان برآمد کردن را نیز دارند، قید کرده است یوری کریپنوف. اما این تغییرات ها نه تنها برای هوسمندگردانی رشد اقتصادی و علاوه خصوص به ساحه ساختمان از حساب پول مهاجران، بلکه برای از بین بردن برخوردهای ارخیستی و آشکارا ضررآوری که حیات تمام عائله‌ها را 10 سالها مشکل کرده است روانه گردیده است، میگوید ویاچسلاو پاستاونین، سابق معاون سردار خدمات فدرالی مهاجرت روسیه. خبرهای آخرین روز را ادامه می‌دهیم و به چلیابینسک می‌رویم. یک شهروند قزاقستان را برای استحصال و فروش موادهای دارویی سخت تاثیر به دادگاه کشیدند. در یک آزمایشگاه کیمیاوی خودساخت که آن مرد کار کرده است، کارمندان حفظ حقوق تقریباً 50 کیلوگرم مواد مخدر و 700 کیلوگرم اشیاء خام برای استحصال آن را پیدا نمودند. یک ساکن 29 ساله قزاقستان همراه با شریکانش استحصال مواد مخدر سنتتیکی را به راه مانده است که شخصیت آنها به رسانه‌ها معلوم نشده است. حالت مذکور را مقامات حفظ حقوق در یک از باغ‌های کاپیسکی ولایت چلیابینسک آشکار نمودند. هنگام تفتیش جای حادثه ده‌ها عدد اشیا و لوازمات مخصوص کیمیاوی و پرکورسورها را برای ساختن داروهای سخت تاثیر دریافت نمودند. در خود آزمایشگاه خودساخت در قلمرو باغ، کارمندان اپراتیو جستجویی زیاده از 50 کیلو مواد سنتتیکی تیار و زیاده از 700 کیلو اشیاء خام برای استحصال پرکورسور را دریافت نمودند. خبر می‌دهد یک اول.رو با استناد به پروکراتوره ولایت چلیابینسک. طبق گزارش خبرگزاری 74.رو در آزمایشگاه در یک ماه تقریباً 200 کیلو مواد مخدر آماده کرده می‌شده است. مقامات حفظ حقوق ابراز داشتند که جنایتکاران خرید و فروش موادهای مخدر را توسط اینترنت به راه ماندند. نسبت به یک شهروند قزاقستانی به دلایل استحصال غیرقانونی دریافت کردن کوشش فروش مواد مخدر پرونده جنایی باز شده است. پروکراتوره ولایت عیبنامه را علاقه تصدیق کرده و برای بررسی نمودن به دادگاه ارسال داشته است. آخرین تفصیل خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و از روسیه به بلاروس میرویم. کشور بلاروس اولین شده واکسن ضد کرونا ویروس روسیه را دریافت میکند. پرزیدنت های دو کشور در این باره به موافقه رسیدند. خبر میدهد آژانس بیلتا. ما با پوتین موافقه کردیم. خود ولادیمیر ولادیمیرویچ این وریانت را به ما پیشنهاد کرد. آنها علاقه 2 مرحله را طی کردند.
اینستیتوت گامالیا این واکسن را استحصال کرد. من با او باور دارم که چرا او این واکسن را در اوایل خود نیز استفاده نمود. گفته است الکساندر لوکاشنکو هنگام صحبت با کارمندان کارخانه ساووشکین پورشا. با گفته او بسیار کشورها علاقه با روسیه برای خرید واکسن شرطنامه بسته. استحصال عمومی آن پس از مرحله سوم آزمایش آغاز می‌یابد. پرزیدنت پوتین به من وعده داد که بلاروس در دریافت کردن این واکسن اولین خواهد بود اگر رهبریت ما چنین خواهش داشته باشد. گفت رهبر بلاروس. از این رو تشویش کردن لازم نیست. ما البته نه تنها واکسن روسیه را می‌سنجیم، ما دیگر داروها را نیز استفاده خواهیم کرد، اما ما باید با آن ارج گذاری کنیم که روس‌ها، چینی‌ها و امریکایی‌ها در ایجاد و تولید واکسن‌ها پیش‌صفند. علاوه داشته است الکساندر لوکاشنکو در سخنرانی خود با کارمندان کارخانه مذکور. الکساندر لوکاشنکو در پاسخ به سوال درباره موج دوم پاندمی گفت که درستی استراتژی قبلا انتخاب شده را در بلاروس، یعنی جدا نکردن یا قرنطینه اعلان نکردن همگان را قابل قبول می‌داند. ثمرناکی چنین تدبیر را علیه رهبریت سازمان عمومی جهانی تندرستی نیز اعتراف کردند. علاوه داشته است الکساندر لوکاشنکو تنها پس از چند ماه شما درک کردید که لوکاشنکو درست رفتار کرد و کارخانه‌های استحصالی را بستنی نبود، شما را جدا نکرد. ما با این زندگی مطابقت میکنیم. مسئولیت ما همیشه با این سرایت مبارزه میبرد. در آخر تاکید داشته است پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو در صحبت با کارمندان کارخانه استحصالی. خبرهای آخرین روز را ادامه می‌دهیم و از بلاروس به ژاپن می‌رویم. سروزیر ژاپن شینزو آبه استعفا داد و برابر پیدا شدن جایگزین از وظیفه می‌رود. او در این باره در یک نشست مطبوعاتی در توکیو خبر داد. سیاستمدار 65 ساله به کلیدهای زخم گرفتار است و وضع او اخیراً بدتر شده است. شینزو آبه نبیره مادر 37مین سروزیر ژاپن نوبوسوکه کیشی و پسر وزیر سابق کارهای خارجه ژاپن سینتارو آبه می باشد. در سال 1982 او به حیث کاتب پدر خود به فعالیت سیاسی شروع کرد. در سال 93 او عضو پارلمان ژاپن شد. از حوزه‌ای که پدرش و بابای دیگرش پیش از او انتخاب شده بودند، از آن حوزه او را نیز همچون وکیل پارلمان ژاپن مردم انتخاب نموده است. در سال 2006 شینزو آبه جوانترین سروزیر در تاریخ این کشور شد و در سن 52 سالگی به کار شروع کرد. برای این او به حزب لیبرالی دموکراتی ژاپن که پدر او نیز این حزب را رهبری میکرد سروری نمود. شینزو آبه هنوز سال 2007 با اشاره به شدت گرفتن وضع سلامتیش از مقام استعفا داده بود و در آن وقت وزیران حکومتش در مرکز جنجال‌های کراپسیونی قرار داشتند. در ماه دکبر سال 2012 او باز از نو سروزیر ژاپن انتخاب شده بود. شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. نظر به روسیه میکنیم. سال تحصیل در دانشگاه‌های روسیه از 1 سپتامبر آغاز می شود، اما تدبیرها اوید به حفظ اپیدمیولوژی از کرونا ویروس علیه تقویت داده می شود. در سال تحصیلی 2020-2021 به دانشجویان خارجی که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل میکنند تنها پس از قرنطینه 14 روزه و سپردن سنجش کرونا ویروس اجازه داده می شود. خبر می‌دهد میگرانت مدیا نقطه را. این سرحد با کشورهای دانشجویان خارجی که از آنجا می‌آیند باید گشوده و ارتباط بین‌المللی برقرار باشد. اگر علاقه محدود باشد دانشجویان خارجی مجبورند تا لغو محدودیت‌ها طریق فاصله تحصیل را ادامه دهند. همین طریق دانشجویان خارجی تحصیل را از 1 سپتامبر به طور فاصله آغاز می‌کنند و وقتی گشوده شدن مرز آنها می‌توانند با گذشتن از سنجش کرونا ویروس و حالت قرنطینه به تحصیل روزانه ادامه دهند. طبق معلومات وزارت معارف و علم فدراسیون روسیه در سال تحصیل گذشته در روسیه تقریباً 300,000 دانشجوی خارجی اساساً از جمهوری‌های قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین، تاجیکستان، اوکراین، هندوستان، بلاروس، آذربایجان و قرقیزستان تحصیل نمودند. مهمترین تفصیل خبرهای آخرین روز را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید. به شما استراحت با فراغت.